بهداشت محیط یعنی اون دسته از عوامل محیطی که به نحوی رو سلامت انسان تأثیرگذار هستن و میتونن سلامت ما رو به خطر بندازن. مهمترین مسائل مربوط به محیط آب، خاک و هوا هست که بحث آب تو بهداشت محیط جزء مباحث بسیار مهمه و شاید با اهمیت ترین مسئله آب آشامیدنی باشه. آب آشامیدنی سالم آبی است که هیچ گونه بو، طعم و مزه خاصی نداشته باشه و مصرف اون در حال و آینده تأثیرات سو رو سلامتی نذاره. حالا منظور از حال زمانی هست که ما آب رو مصرف میکنیم. از حالا تا مثلا 24 تا 48 ساعت آینده بیماریایی هست که مستقیما از طریق آب منتقل میشه. این انواع اسهال‌ها، وبا، حصبه و بسیاری از بیماریهای دیگه که در رابطه با آب آشامیدنی. اما آب آشامیدنی سالم فقط نبودن این باکتریا نیست. یه سری عناصر شیمیایی تو آب آشامیدنی هستن که اینا تأثیرات سوء خودشون رو به مرور زمان رو سلامت انسان میذارن. یکی از مهمتریناش نیترات یک ماده معدنی غیر سمیه که وجودش تو منابع آب آشامیدنی میتونه سلامت ما رو به خطر بندازه. منتهاش این حد و حدودی داره. خود نیترات تو آب به تنهایی نمیتونه سلامت عمومی رو به خطر بندازه. وقتی از یه حد اکثر مجازی اون میزان بالاتر رفت میتونه سلامت انسان رو به خطر بندازه. مهمترین قضیه در رابطه با نیترات اینه که بیشتر از 50 میلی گرم در لیتر نباید آب نیترات داشته باشه. اگه داشته باشه میتونه سلامت عمومی رو به خطر بندازه. حالا ابعاد سلامت عمومی بسیار گسترده است، ولی در رابطه با این نیترات و این عنصر خاص معدنی وجودش تو آب آشامیدنی میتونه به مرور زمان باعث یه بیماری خطرناکی بشه به نام بیماری مت‌هموگلوبین. این بیماری تو کودکان و نوزادان میتونه عوارض خیلی زیادی ایجاد بکنه و سلامت اونا رو به خطر بندازه. ببینید بحث نیترات آب شهرستان بروجرد اگه بخوایم بگیم یه مقدار بحثش باز، چون تو شهرستان بروجرد ما مناطقی داریم خصوصا تو روستاهایی که تو بخش گندمون و گلداجی هستن که نیترات تو آب وجود داره ولی حدش و حد خطرناک نیست و در حد نرمال و استاندارده و هیچ گونه خطری برای سلامتی نداره. اما تو بخش مرکزی با توجه به خشکسالی‌های سالهای اخیر باعث شده که غلظت نیترات از یه حد مشخصی بره بالاتر و هنوز ما به مرحله خطرناک و بحرانی تو سطح شهرستان بروجرد نرسیدیم. منتهاش روند افزایشی نیترات تو سالهای گذشته و حالا رو به افزایش بوده متاسفانه و تنها راه مقابله با اثرات نیترات اینه که یا ما بتونیم منابع جایگزین آب تعیین کنیم و یا اینکه از آبای بهداشتی بسته‌بندی استفاده بکنیم. ببینید ما خوبا نمیتونیم در رابطه با آب بروجرد، شهر بروجرد خصوصا و شهرهای اطراف شهر بروجرد نام ببریم. خوب از نظر WHO یا سازمان بهداشت جهانی اینه که هیچ گونه مثلا خود همین نیترات که صحبت می‌کنیم حد مطلوبش از نظر استانداردهای WHO یا سازمان بهداشت جهانی صفره. ولی واقعیت‌های امروز که هم چیزی قابل انجام شدن نمی‌کنه. چرا که الان با وجود صنعت، کشاورزی، استفاده از کودهای کشاورزی، پراکندگی فاضلاب‌های انسانی یه مقدار نیترات خواه ناخواه وارد منابع آب میکنه. منتهاش هدف اصلی اینه که این حد به اون حد خطرناک نرسه. خوشبختانه الان آب بروجرد در حد بحرانی و خطرناک نیست ولی روند افزایش نیترات یه مقدار نگران کننده هست.